بریم که با هم طراحی این تراکت زیبا رو داشته باشیم. ابتدا از منوی فایل نیو یک سند جدید با این ابعاد و با رزولوشن 300 ایجاد میکنم. حالا با ابزار ریکتانگل تولز یک مستطیل به این شکل رسم میکنم. بعد به وسیله ابزار کروچرز یک انحنا به این صورت ایجاد میکنم. باز به وسیله ابزار ریکتانگل تولز یک مستطیل ایجاد میکنم، رنگش رو تغییر میدم. بعد با ابزار کروچرز دوباره به این صورت یک انحنا به کارم میدم و باز به وسیله ابزار ریکتانگل تولز یک مستطیل دیگر رسم میکنم، رنگش رو انتخاب میکنم و بعد با ابزار کروچر به این مستطیل به این صورت یک انحنا میدم و حالا یک بار دیگه ریکتانگل تولز رو انتخاب میکنم، یک مستطیل به این صورت رسم میکنم، رنگش رو تغییر میدم و میذارم روی مشکی و بعد به این با ابزار کروچرز به این مستطیل هم به این صورت انحنا میدم و شکلش رو به این صورت قرار میدم. حالا در این مرحله تصویرم رو وارد کار میکنم، لایه‌اش رو در پایین‌ترین لایه قرار میدم، به این صورت جاش رو مشخص میکنم و حالا روی بالاترین لایه قرار میگیرم، ابزار پن رو برمیدارم، یک مثلث به این صورت رسم میکنم و بعد با ابزار کروچر به این مثلث به شکل انحنا میدم. حالا من میخوام به مستطیل مشکی که اینجا دارم یک گرادیت بدم. روی لایه مستطیل قرار میگیرم، دابل کلیک میکنم تا لایه حساب به نمایش در بیاد و گرادیت اوورلی رو انتخاب میکنم تا به کارم یک گرادیت بدم. رنگ گرادیت میخوام از توسی روشن به توسی تیره بره و به این صورت حالا کارم رو گرادیت میدم. حالا لوگو رو وارد کار میکنم و تکست و متن‌هایی که میخوام بنویسم رو به شکل جایگذاری میکنم و برای اینکه تایم گرفته نشه خودم اینا رو از قبل آماده کردم و جایگزین کردم. و در آخر نکته که نباید فراموش کنین اون حاشیه امنی هستش که در اطراف کارم باید ایجاد کنیم که با زدن کلید کنترل آر خطکش رو فعال میکنیم و بعد از هر طرف به اندازه نیم سانت فضای امن ایجاد میکنیم، حاشیه امن، و در نهایت کارم به این صورت میشه که شما میبینید. امیدوارم که از این کار لذت برده باشین. سیو و لایک و کامنت فراموش نشه. ممنون از همراهیتون.